صندوق پولطلا. قسمت پنجم، حباب سکه. خانواده آقای نهضتی بعد از راه اندازی صندوق پولطلا با موضوع جدیدی به اسم حباب سکه مواجه شدند. چون تا حالا تصورشون این بود که سکه اعتبارش به وزن طلاشه. برای اینکه با چگونگی محاسبه حباب سکه آشنا بشیم، باید نکاتی رو در نظر بگیریم. اول اینکه عیار سکه 21/6. دوم اینکه وزن سکه تمام حدود 8/135 گرمه. نکته سوم، معادل سازی ارزش سکه با طلای 18 عیار هست که برای این منظور وزن سکه رو بر عیارش ضرب میکنیم و بعد نتیجه رو بر 18 تقسیم میکنیم و مقداری هم به عنوان هزینه ساخت سکه در نظر میگیریم که با این حساب یک عدد سکه تمام باید حدوداً به مبلغ 10 گرم طلای 18 عیار باشه و به همین تناسب نیم حدود 5 گرم و ربع حدود 2.5 گرم خواهد بود. و هرچه بیشتر از این بپردازیم در ازای حباب پرداخت شده و باید به این نکته توجه داشت که حباب در زمانی شکل میگیره که تقاضا بیشتر از عرضه باشه و هر وقت عرضه و تقاضا متناسب بشن حباب از بین میره و مبلغی که بابت حباب پرداخت شده به ضرر تبدیل میشه.